میدان آزادی تهران، مقصد تظاهراتی که میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت در ایران خواستار برگزاریش در روز دوشنبه 25 بهمن هستند. دلیل نه مخالفت با دولت که حمایت از وقایع اخیر در تونس و مصر عنوان شده. سه روز از پیروزی انقلاب گذشته بود. همین آدم‌ها با همین اسمها آمدن جلو در منزل امام، اقامتگاه امام در خیابان ایران و نکردن شعار دادن. 3 روز از انقلاب گذشته بود. از روز 22 بهمن 3 روز گذشته بود. همونا الان میان تو خیابان علیه نظام، علیه انقلاب شعار میدن. چیزی عوض نشده. اسمشون چپ بود، پشت سرشون آمریکا بود. اسمشون سوسیالیست بود، لیبرال بود، آزادی طلب بود. پشت سرشون همه دستگاه‌های ارتجاع و استکبار و استبداد کوچک و بزرگ دنیا صف کشیده بودن. امروز هم همینه. اینا علامت، اینا شاخصه و مهم این است که ملت این شاخص‌ها را میفهمد.